آیین یهود ظاهر شدن زن در محیط عمومی بدون پوشش سر بدن کافی نیست، سرم باید پوشیده باشه، میگه گناه است. در یهود تاکید خاص روی حجاب و پاکدامنی زن. چند وقت پیش من تو اینترنت دیدم که چند تا خانواده یهودی نمیدونم دیدین یا نه، اصلا من نفهمیدم اول اینا، فکر کردم ایرانی هستن، شیعه هستن. دقیقاً حجابشون چادر اسلامی با مقنعه همشون، و میگفتن حرف زدن با نامحرم حرام. در عهد جدید یه جای دیگه میگه اگر در جلسه‌ای در کتاب مقدس اگر در جلسه‌ای مردی با سر پوشیده دعا کند به مسیح بی احترامی کرده، زیرا این پوشیدن اطلاع به مفهوم اطاعت از انسان است. اما در مورد زن، اگر زنی در جلسه‌ای به عکس با سر برهنه حاضر شود اطاعت خدا رو نکرده و به شوهرش وفادار. حالا راجع به ایران قبل از خودم میگه بگم در آیین زرتشت که زن زرتشتی اگر موی سرش رو کسی دیگه ببینه این زن گناهکاره و از رحمت اهورامزدا و توجه اهورامزدا دور شده. از بندگان بدون مرد